حکومت فاشیستی و ضد انسانی جمهوری اسلامی در طی یک حرکت بسیار فاشیستی و ضد بشری مانع حضور عزیزان افغانستانی ساکن ایران در روز 13 به در شد. این حکومت به شدت پست و مشمئز کننده است. قابل مقایسه است با حزب نازی که به یهودی‌ها حق تردد در عابر پیاده را نمیداد. قابل مقایسه است با حکومت آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی که حق استفاده از امکانات و اماکن عمومی را به سیاه‌پوستان نمیداد. ما به شدت نسبت به این مسئله اعتراض داریم. جوانان و مردم ایران نسبت به این اقدام کثیف اعتراض دارند و باید نسبت به آن واکنش و اعتراض جدی نشان دهیم. باید در هر شهری که شاهد این مسئله هستیم این ممنوعیت را زیر پا بگذاریم. باید در اینترنت کمپینی علیه این مسئله را اندازی کنیم و این اقدام رذیلانه جمهوری اسلامی را افشا کنیم. باید مدیای فارسی زبان به شدت نسبت به این اقدام اعتراض کنند و جهان جمهوری اسلامی را حکم کند. این یکی از اقلام جنایات جمهوری اسلامی است که در دادگاه‌های مردمی باید جواب پس دهند. افغان‌هایی که مانند خیلی از ماها مجبور به ترک کشورشان شدند و به کشوری پناه آوردند که حکومت و قوانینش جزء یکی از نقض کنندگان جدی حقوق انسانی است، ولی متاسفانه آنها از روی ناچار مجبور به زندگی در جهنمی به نام ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی آشکارا در حق این عزیزان ظلم می کند و کسی پاسخگو نیست و این در حالی است که فریادهای این حکومت در مورد نقض حقوق بشر در جای جای این کره خاکی گوش فلک را کر کرده است. حال نوبت من و توست که به این جنایات اعتراض کنیم و نگذاریم از این در حق این عزیزان ظلم شود. همه فعالین سازمان جوانان کمونیست به همراه جوانان و مردم انسان دوست ایران فریاد میزنیم که شماها تنها نیستید. ما برای دنیای انسانی مبارزه میکنیم به امید روزی که در هیچ جای کره خاکی چیزی به نام تبعیض وجود نداشته باشد.